روز رفتم یه بیمارستان روانشناسی، بعد از روانپزشک اونجا پرسیدم شما چطور تشخیص میدین که بیمار نیاز به بستری شدن داره یا نه؟ گفت ما یه وان پر از آب میکنیم، یه قاشق چایخوری، یه لیوان به سطح بهشون میدیم و میگه اونجا رو خالی کن. گفتم خب معلومه دیگه، آدم عاقل سطح رو برمی‌داره و با سطح شروع کنه به خالی کردن اون وان پر از آب. گفت نه، اتفاقا آدم عاقل اونیه که در پوش وان رو برمی‌داره. روانشناس لبخندی زد و گفت حالا دلت میخواد پنجره اتاقت رو به دریا باشه که رو به جنگل. حکایت تولد محتوا دقیقاً حکایت همین داستانه. پیشنهادات و ترندهای مختلفی رو شما داخل اینستاگرام فضا اکسپلور می‌بینید. از طرف افراد دیگه به شما داده میشه. ولی باید این بررسی رو انجام بدید که آیا این ترند مثلا هی باربی، با یک پزشک بخوای هی باربی رو برنامه‌ریزی کنی و داخل پیجت اینو پست کنی، لازمه چکشکاری زیادی و آیا باید ببینی که این مناسب برند شما هست و قرار نباشه که برند شما یا شخصیت کار شما آسیب وارد کنه. ایده هم که به ذهن شما میرسه به شما پیشنهاد داده میشه در درجه اول یک ایده خامه. ایده خام باید بررسی کارشناسی و دقیق بشه تا در چارچوب پیج شما و محتوای برند شما اون اجرا کنید. هر سوالی در مورد تولید محتوای خلاقانه و حرفه‌ای داشتین و هر کمکی خاصی میتونید به من حساب کنید. حامد ربیعی هستم. موفق باشید.